سلام و درود خدمت شما نازنینان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان عزیز، بعد از این است و حتی فراره آب فرصت است و بیربار سابق خود نداره. فراره آب روشن است دوستان عزیز. فراره آب دیدیم، ویدیوهای متعدد ازش با نشر رسیده در کانال ما. ما میخواییم اما از فراره آب بریم دوستان عزیز طرف چهارراهی ملک اصغر شهر کابل، طرف گلبهار سنتر، دیگه ساده تر بگویم میریم اما طرف گلبهار سنتر. دوستان نهایت گرامی دیگه در این ویدیو روی ما باشین. مردم زیادی جا بخاطر عکس گرفتن میان طرف فراره او. ببینین چه فضاگه که را جور کرده، بالایش هم ابرا هست، مثلا هم خوبشون مردم عکس میگیره، حتی سر خود تر میکنن. همین عرق از دوستان عزیز که سر روی آدم سر میکنه. گرمی زیاد شده، گرمی زیاد از دوستان عزیز. این هم دوستان عزیز افغانستان بانک است و بانک ملی افغان. گردش یک بانک است فکر کنم در افغانستان، بانک ملی افغان. توی در تصویر میبینین بنرهای این مبارکی را همچنان نشر کرده. خود دوستان عزیز اون تا پیش میریم. میگفتم این هتل سرینای سابق است، نامالش نمیفهم. خب نامشم تغییر کرد، صاحبشم تغییر کرد و هتل جدید شد دیگه. قسمی که میگن دوستان عزیز مقبولترین، زیباترین، بهترین و والاترین هتل قدیمی کابل همین هتل کابل سرینا بوده که مهمانای خارجی را زیادتر پذیرایی میکرد و از امنیت فوق‌العاده خاص برخوردار بود دیگه. حالا متاسفانه که نمیفهم چی شد، هتل دادن برای یک کس، نامش همچنان تغییر دادن دیگه. اما فکر کنم تا وقتای زیاد داره به نام هتل کابل سرینا مردمی هتل بشناسن. چیزی که نام ماند یک دفعه ماند دیگه دوستان عزیز. تغییر دادن از او مشکل است. چه شمال از دوستان عزیز داری بخش کابل. خب دوستان دیگه از هتل کابل سرینا از نزدیکش، البته از بغلش کم کم میپریم و میریم طرف چهارراهی ملک اصغر شهر کابل. این هم پارک زرنگار از دوستان عزیز در حالی ما که میبینین. البته جالشون پنجره گرفتن تمام میشه پیاده رواره، چون که مردم در سرک میبرمدن از هر جای بازم را گرفتن پنجره جور کردن مکملا. به خاطر از او باید از اینجا دیگه این قدر که کمک دور بزنیم، بعد از او برای ما ادامه بدیم. این طرف دوستان عزیز که آمدیم خانوات علوم است و این طرف هم جاده بوستانسرا که میریم. جاده بوستانسرای شهر کابل است. یک فضایی که سبز، آرام و از زیبای شهر کابل دوستان عزیز است. سی بخش این طرف هم دوستان عزیز قسم گفتم پارک زرقل است که بزرگ ما زیادتر از اینجا خاطره دارن از ما کرده. دیگه دوستان عزیز لیسال استقلال یکی از مکاتب بسیار عالی، مشهور و محبوب شهر کابل است. دیگه ما تو میدیم سلو با پیش دوستان عزیز. هوا یک ذره کی طرف سرد میشه، چون هم شمال است و هم سایه است نسبت به دیگه طرف ها و نظر به پل خشتی و طرف ها هوا سرد است.
این پارک زرنگار است دوستان عزیز. ما تا پیش بریم شارواله کابل هم در این بخش کابل از دوستا. دیگه رسیدیم دوستان عزیز کم کم به خود چهارراهی ملک اصغر شهر کابل. ویدیو را ادامه میتونم تا ده افغانان کابل. این هم شارواله کابل از دوستان عزیز که میبینید در این بخش تصویر. شارواله کابل یکی از جای مربوط چی فکر کنم میشه وزارت شهرسازی یا ریاست شهرسازی. خب دوستان عزیز یعنی هم گلبهار سنتر در پهلوش مرکز تجارتی داودزای شهر کابل و این هم چهارراهی ملک اصغر شهر کابل که با کمک اتک انرژی درینک و شارواله کابل یک چهارراهی زیبا یا سه راهی دیگه زیبا و مقبول ساخته شد. نیامت میریم دوستان عزیز طرف سه راهی ده افغانان. هم وقتی که چیشم جور کردن دوستان عزیز چنون دارن و منارش گفتن که سه راهی است. میریم داخل پیاده رو. دوستان عزیز وزارت معارف شهر کابل است. ساختمان های وزارت معارف شهر کابل راهش از دو طرف است. دیگه این طرف ها دوباره گرمی میشه دوستان عزیز. آفتاب که سر آدم میخوره آدم یک قسم به حال میشه. سرک هم بگذاریم فکر کنم موتر نزنیم موره. موتر سراچه دوستان عزیز از قدیمی ترین موترهای کابل بود. پلیتش زیر منفی 231 است. یعنی 231مین موتر است که وارد شده در کابل. از قدیمی ترین موترهای افغانستان میتونیم بگوییم میشه. و موترهای قدیمی البته دوستان زیادش پلیت های چبلقی داشتن و وقت چبلقی میگفتن یک قسم پلیت های دیگه است. این حتما پلیت خود تغییر داده یا که در زمان که پلیت تازه تولید شده گرفته. نه موترش سابقه است. از اون سابقه های سابقه از اون گفتم یعنی 231 موتر هیچ چیزی نیست. میگم از اون اولین موترهایی است که وارد افغانستان شده وارد کابل شده. البته دوستان عزیز پلیت کابل گرفته. میگم تو میریم به پیش دوستان عزیز. میگم سه راهی ده افغانان دوستان عزیز درم لوحه‌شم نوشته است که سه راهی ده افغانان است. دیگر روزا دوستان عزیز یک تا موتر سرای شمالی پیدا نمیکنین به خاطر که سرای شمالی سواری زیاد است. 20 افغانی است کرایش باز تا 5 فامیلی میرن یا که 32 بازوجا 30 افغانی کرایه میگیرن. به خاطر از مو نمیرن اونقدر. این حالا میگم ببینید از کل جایی که موترهای سرای شمالی زیاد است. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه. از ویدیو لذت برده باشیم. ویدیو را لایک کنین. در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون والله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان. برای چهار کامرا شداره با کبرکا
سر شمالی شمالی آشنا لسته ماریا سر شمالی لسته ماریا